برگشتیم، ولی خوب برگشتیم. بازم خیلی دوست داشتم ببینم این ویلاهایی که جایزه معمار میگیرن، این ویلا خفنایی که خیلی خفن بازی میکنن و اینا چه شکلی هم. و رفتم سراغ مجله جایزه معمار سال 401 به یکی از ویلاهایی برخوردم که در منطقه خودمون بوده. اینجا رویان زیباست، محله سیاهرود و شهرک سروستان. و امروز رو میخوایم یک روزی باشه که جایزه بازی کنیم. کل این ویلای گشتی از یه ویلای خاص، کارهایی که فقط مال منه. تمام کاشی ها دستات هستن. سلام علیکم، خیلی مخلصی. به هوا بعد از 1.5 سال تصمیم گرفتم که یک ویلای خاص رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم، ولی اینقدر این ویلا از نظر معماری متمایز هست که من وقتی میخواستم این پست رو ضبط کنم هی استرس اینو دارم که آیا میتونم این مفهوم سنگین معماری رو به شما منتقل بکنم یا نه. یکی از ویلاهایی که یکی از کاندیدای جایزه معمار سال 401 بوده و من داشتم این مجله رو میخوندم، یواش یواش متوجه شدم که این ویلا تو منطقه ماست. به زور هم اجازه گرفتم که این ویلا رو با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم. ممنونم از گروه مدو که طراح این ویلا بوده و ممنون از آقای قرنفلی عزیز، آقا رضای گل که اجازه دادن ما این ویلا رو اصلا بتونیم بررسی بکنیم. منصور بیا. یکی از موضوعاتی که ویلاهایی که جایزه معمار میگیرن بحث مفهومی بودن کانسپت هاشونه، یعنی فقط مارکتی نیست. دیدیم بعضیا مثلا آقای شجریان وقتی میخونه شاید همه باش حال نکنن، ولی اونایی که اهل فن هستن میدونن استاد شجریان چه تفاوتی با بقیه داره. و ما که اینو داشتیم میخوندیم متوجه شدیم که چقدر اصولی این کتابچه سازیش هست، این آلبوم معماریش هست و این هم جایزه معمار و اینا همه گواهی بازرسی فنی جوش و اینا هم تستاییه که از سازه این ویلا گرفته شده و گواهی نامه هاشون. این آلبوم رو که ورق میزنیم چقدر این بهش میگن 9 اسکوئر، یعنی 9 مربعی هست این ویلا که جانمایی و فضاسازی ویلا بر اساس این 9 مربع هست و این صلیب یا این تی که اینجا داره خدمات عمومی این ویلا رو در اون صلیبه گرفته. این نمای این ویلاست، یک نمای کاملا خاص، باز هم مفهومی، استفاده کردن از رنگ‌های خاص، المان‌هایی که حالا توی تصویر هلیشات هم احتمالاً ببینید. و اینجا شهرک سروستانه. شهرک سروستان در سیاهرود یکی از محله‌هایی که بین رویان تا نوشهر هست و ویژگی‌های مختلفی داره. دسترسی به جاده اصلیش خیلی خوبه، یه منطقه لاکچری که توی این شهرک ویلاهایی که ساخته شده ویلاهای خاص هست. همونطور که داریم میبینید یک گونه شناسی خاصی در این شهرک سنجیده شده که میگه دسترسی و لکه ساخت اینجاست. موضوع این پروژه طراحی یک ویلا در زمین به مساحت 500 متر مربع که فکر میکنم 600 خورده متر باشه تو سند. میگه معماری شهرک سروستان دارای یک زبان مشترک شامل سقف شیروانی و متریال‌های آجر و سیمان و چوب میباشد. اصلا بر اساس این ویلا طراحی شده. یکی از کارهای خفن ایران هست از نظر من در حوزه معماری. جاگیری این ویلا در این زمین اگر اطرافش رو نگاه بکنید همه شیروانی‌های فلزی هم متال بازی شده دیگه. این ویلایی هم که اینجاست مال یکی از خواننده‌های معروفه، به تازگی هم خریده و تو کامنت ها میتونید بنویسین حدس بزنید مال کیه. و اینکه این صفحه از
این مجله از این آلبومه کاملا نشون میده کل ساختار 9x9. اسم این بازی چیه؟ دیدار با هم دیگه چیز میکنه؟ چی؟ اسکویل؟ بازی شما بگید. آره. خب میاد اینجا 3 المان مختلف رو میگه بهانه‌ای برای تمرین و وارد کردن این ساختار با قوانین تعریف شده از شهرک برای ما فراهم آمد. بدین ترتیب در فاز مطالعاتی و لایه شناختی بستر الگوی 9 مربع را برای شکل‌گیری پروژه انتخاب کردیم. انقدر زیبا اینجا سرشار از نوره، یک دشتی از نور، کل این ویلا یک دشتی از نوره و نکنید اینجا چقدر زیباست. یعنی ترکیبی از استخر که توی این قسمت موجوده، اینجا فضای ورودی در نظر گرفته، اینجا فضای عمومی، اینم یک وید مرکزی، یه سویته، اینم یه آلاچیقه، حالا میشه گفت یه تراسه یا یک ایوانه، اینم در طبقه دومه، فضای خصوصی، ویدهای داخلی و این هم که برش از مقطع. خیلی جالبه این ویلا، متریال شجاعانه‌ای، یعنی واقعا شجاعت میخواست تو همچین ویلای آدم از آجرهای دستساز با قالب‌های رستیک استفاده بکنه. حالا ته این آلبوم گردیه ما وارد این ویلا هم خواهیم شد که چه کارهای خفن و چه کارهای شیکی اینجا انجام شده. اول اینا رو بررسی بکنیم. مقطع رو ببینیم، عین همین مقطع اینجا ایجاد شده، یعنی فاصله بین تیریدی کار و اون چیزی که اجرا شده بسیار بسیار کمه. خب این از آلبوم این ویلا بوده. این هم یه کتاب مفصل راجع به سازه اینجاست. اینجا از سازهای فلزی استفاده کرده. ببینید چه کار خفنی اجرا شده. واقعا ما برای صنعت ویلاسازی اگه اینا ویلا سازن آجی، ما بیا راجع به خودمون حرف نزنیم. اصلا تست جوش ببین چقدر ریز. منصور میگیری اینا رو؟ همش تو کارگاه ساخته شده ورده اینجا و یه همچین چیزی رو اینجا علم کرده. اصلا تک تک پیچ ها، اینم که یه گزارش مفصلش راجع به دونه دونه المان های سازی اینجاست. خب آماده بریم. و امروز رو میخوایم یک روزی باشه که جایزه بازی کنیم. بعد از مدت ها من خیلی ذوق دارم که یک کار خیلی خفن رو با هم دیگه ببینیم و
این ویلا یک ویلای 3 کله است، از 3 طرف عبور داره و طبیعتاً از 3 طرف نما داره و ساده ترین نمایی که شما از این ویلا میبینید رو در این قسمت میبینید که بتونه یک مفهومی از مینیمالیست رو کاملاً به رخ بکشه. یعنی بگه من خیلی سادم ولی خیلی شیکم. یک ورودی پنهان، یک فضای مرتب با یه درب مینیمال ساده، یک دستگیره تاچ، یک سالن زیبای تلفیقی که یه وید خفن با یه چشمانداز درخت برگبو. دوستانی که اهل ماوراءالطبیعه هستن میدونن که برگبو چه ویژگی‌هایی داره. من میخوام ببینم کیا این کارن. یه پنل هوشمند کل ساختمون رو پوشش میده. یک راهرویی که سمت راستش یه کمدی که کمد معمولی نیست باز میشه و چه تابلو برقی. آجی مگه نیروگاه بوشهر اینجا؟ خب اینجا هم یه سرویس بهداشتی که اینجا همه دراش درون بازه، تمام درها فریملس هستن. یه کار شجاعانه خفنی که توی این ویلا انجام شده این که خیلی جاها مثل سرویس های بهداشتی رو با آجر کار کرده که بعدها راجبش خیلی صحبت میکنیم. این آشپزخونه‌ای که رو این صفحه‌های راش هستن و چوب طبیعی راش، لوسترا، همه دستساز. اینا همه دستسازن. تمام کاشی ها دستساز هستن. من خیلی دوست داشتم اسم اینجا رو بذارم بنتلی هاوس یا بنتلی ویلا. شما میدونید تفاوت بنتلی در خودروسازی با سایر خودروسازهای دنیا اینه که خیلی از کاراش همچنان دستیه، یعنی چرمدوزیاش دستیه و این ساختمون هم خیلی چیزاش دستیه. منصور برو بیرون، اینجا خیلی باحاله. از همینجا خروج بکنیم، یه چشماندازی رو اینجا بگیریم. آره یک وید بی‌نظیر. اینجا هم که یک باربیکیو رومه و یه چیزی که خیلی برام سواله اینه که این باربیکیو روم میتونست خیلی قشنگتر و خفن‌تر باشه. این استخرم که موتورخونه‌اش هم فعاله ولی کثیفه. اینجا باز دوباره یه دوش استخر رو این فضا هیدن شده. وقتی اینجا وای میستی هیچ دیدی به هیچ ساختمانی نداره، با اینکه این ویلا خیلی دید از بیرون داره ولی اینجا اون دید رو نداره. بریم داخل این ساختمون دوباره برگردیم. آخش خستگی آدم در میره از یه فضای زیر پله‌ای. آشپزخونه از توش در آورده چون مجبور بوده که اون 3x3 رو رعایت بکنه. خیلی جاها دست معمار بسته بوده دیگه. و یکی از اتفاقهای واو این ساختمون، ببینید اینو مگه داریم یه فضای مینیمال شیک یکو تو رو ببره در یک فضای سنتی که آدم ترک میخوره. و اینجا هم که میدونید فضای نشیمن خودمانی این ساختمون هست. این دو فضا تفکیک شدنش توسط این فضای آجری کاملا مقاطع رو مشخص میکنه. اینجا یک اتاق خواب طبقه همکفه. اصلا این خونه دشتی از نوره. نظر من آدم این حمام میبینه باید حمام فین کاشان میفته. خدا بگم رضا رو چیکارش نکنه. کل ساختمون با اسپیکرهای سقفی مجهزه و اسپلیت ها هم که همشون تو فرآیند هوشمندسازیه و شما از تهران یا هر جای دنیا که هستید میتونید دمای خونه رو مشخص بکنید و روشن یا خاموشش بکنید. بیاین طبقه بالا. خب در بدو ورود به طبقه بالا به یک لاندری روم میخوریم. ما در فضای تی یا صلیب این خونه همه جاش رو آجر میبینیم و به جز اون المان‌های جدا کننده رو دیگه با کاغذ دیواری و این مسائل پوشش نداده. اینجا نشیمن طبقه بالاست که یه چشمانداز خیلی خوب به شهرک و جنگل‌های هیرکانی داره که البته اگر این پشت ساخته شه من
فکر میکنم این چشم انداز یه خورده محدودتر بشه. بیا داخل. خب اینجا یک اتاق خواب دیگه است. یه اتاق خوابی که در همه اتاق خوابا چند تا ایتم رعایت شده است. یکی اینکه تراس خیلی خوب همشون دارن، یک کلازت رومی رو برای هر اتاق خواب در نظر گرفته. چقدر هم هوا سرده. اینجا هم سرویس بهداشتی این اتاق، تمام آجرها توسط رزین‌های نانو، حالا فکر میکنم آلمانی باشه جنسش، ضریب نفوذپذیری آب رو در آجرها به 0 رسونده. یعنی شما جذب آب این آجرها مشابه این سرامیک‌های پورسلانه. بقدر همین تونسته تو سرویس ها کار بکنه. اینجا یک اتاق خواب دیگه است، یک فضای خیلی خوشگل. خیلی نورگیری این ویلا رو دوست دارم. اون فضای ویدی که در دو طرف این ساختمون اومده، نورگیری اینجا رو خیلی بالاتر برده. اینجا رو ببینید، حتی برای اینکه این راه رو از دو طرف بتونه نور داشته باشه و یه چشم اندازی از بالا داشته باشه، به اینجا هم معمار رحم نکرده. این اتاق مستر روم این خونه است. یعنی اومده فضای اتاق خواب رو، سرویس بهداشتی و فضای اتاق خواب رو جدا کرده تا بتونه ضعف کمد دیواری رو اینجا پوشش بده. این کار به خوبی انجام شده. یک ارتفاع سقف خوب، یک نورگیر عالی و یک چشم انداز به وید پایین و این لوستر ادیسونی خوشگل و از همه مهمتر این شیشه جکوزی که من نمیدونم آدم در زمان استفاده از اینجا آیا پرده میخواد بزنه اینجا، واقعا چیکار میخواد بکنه اینجا رو. ولی خب میدونم 3 لایه شیشه 10 میل رو سکوریت کرده و همدیگه چسبونده. کار خیلی خفن. این خرپاهایی که اون بالا کار شده نماد استقامت و اون استحکام این خونه است. خیلی زیبا این کار انجام شده. بریم طبقه بالا. چقدر امروز هوا سرده، ولی در کنار شما بودن بعد از مدت‌ها گرمای خاص خودش رو داره. لکن کل این شهرک فضا شیرونی بوده. اطرافش رو یه نگاه انداز منصور. برای اینکه بشه هم یک فضایی رو ایجاد کرد که روف اینجا داد و هم اون هارمونی سقف این ویلا رو با بقیه ویلا حفظ کرد، اومده این فضا رو به این سبک طراحی کرده. مازیار جان عزیز، آخه خوش گذشت بعد مدت‌ها یه ویلای خاص. این کارهایی که فقط مال منه. این هم که جکوزی اینجاست که من احساس میکنم مازیار خیلی شفاف جکوزی طراحی کرد و رضا شفافتر اجراش کرد. به هر حال این ویلا یک ویلای منحصر به فرد و خاص در یک شهرک خاص. کسایی باید بیان سراغ این ویلا که مفاهیم معماری رو درک بکنن، مثل من نباشن و باز هم که پوشش این سقف‌ها همه متال، همه فلاشینگ‌های خیلی خوب خفن، همه چی عالی، متریال درجه 1 و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون بودم. اگر دوست دارید که باز همین ویلاها رو ببینیم، هر چقدر لایک و کامنت بیشتری بذارید من خوشحال میشم. نقد رو به ما وارد نکنید. من هر چقدر دونستم و میدونستم رو مطرح کردم. باز هم از مازیار و رضا عذرخواهی میکنم که نتونستم واقعا اون زحمتایی که کشیدن رو نشون بدم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید.